south. این دست پایینی یه اینجا رو میگیم نگاه کن. دست رو رد میکنی یه اینجا رو میگیم. این north south. این پام این دست رو بلاک میکنه. اینجا گیو میگیره. از اینجا دیگه از اینجا میرم نورسا همون لحظه این دست اینو میگیره تو دیگه نمیتونی بچرخونی مثلا سعی کن بچرخون از اینجا در دیگه راحت میتونم کنترل کنم بعد با این پا میام این دست رو اینجا میگیرم که دیگه نتونی دفاع کنی با این دست گیو میگیرم اینجوری نگاه کن اینجوری انگشت تو 4 تا انگشت بیرون بعد وقتی چوکو میزنم این البو میاد رو دوشک پوزیشن پا هم عوض میشه میخوای خودت ببینی یه بار تو بیا نگاه کن از اینجا که میرم عوض میشم این گیم از این پایین میگیرم خب بعد این دست رو اینجوری بلاک میکنم گیو میگیرم ما رو هم داره حتی از اینجا هم میتونم مثلا با سرم اینجا دستشو بگیرم نتونه زیاد دفاع کنه یا بگیرم بعد یه چوک دیگه هم که از اینجا دوست دارم میرم نورث ساوت این دستم میاد پایین قشنگ گردنش باید اینجا جا بگیره خب یواش یواش میام پایین بعد این دست رو کنترل میکنه که نتونه بچرخونه اگه از لحظه اول هر دو تا دست بگیرم میتونه بچرخونه منو اونوری ولی اولش اینجوری خستش میکنم میام پایین قشنگ سرش رو تنظیم میکنم بعد وقتی خوب گرفتم دیگه این دست میاد اینجا اینجوری چوک میکنه مارسلو گارسیا